اگه شما هم مثل من ژاپن رو سرخورده ترین و مظلوم ترین کشور طی جنگ جهانی دوم میدونید، پس این ویدیو رو از دست ندید. به یک ویدیوی دیگه با مهدی ریپورتز خوش اومدید. امروز اومدم تموم تصوراتتون رو نسبت به هر هیولایی که تا به امروز بهتون معرفی کردم مثل جوزف منگله و هیتلر کاملا تغییر بدم. جوری که برگردید بگید بابا صد رحمت به جوزف، اینی که تعریف کردی دیگه چه کفتاریه. عرضم به خدمت شما که میخوام ویدیو رو از 18 سپتامبر سال 1931 شروع کنم، زمانی که ژاپن که الان خاک کره هم کلا تحت تسلطشه یهو عشقش میکشه که به چین هم حمله کنه. چون که کلا توی جنگ و جدالایی که برای گرفتن خاک کره داشت، اگه یادتون باشه ویدیوهای قبلی رو دیده باشید، چین هم داشت اینور خودش رو کم و بیش دخالت میداد. غیر از این صحبت‌ها، ژاپن اون موقع خیلی افسار پاره کرده بود و میگفت نژاد برتر آسیایی فقط خودمون. هرچی چینی و فیلیپینی و کره‌ای همه کلا از دم نجسن و لیاقت زندگی کردن هم ندارن. چیزی که تأثیر مستقیم داره روی اینجور افکارها اینه که از بچگی بهشون وطن پرستی رو آموزش میدن. یعنی که شما تا زمانی که خون توی رگ‌هات جاریه باید برای وطنت بجنگی. پس ژاپن از شمال شرقی چین وارد میشه و منطقه منچوری رو تحت تسلط خودش در میاره. ژاپن بعد از تصرف منچوری یک روستایی که نزدیک راه آهن منچوری بوده رو شبیخون بهش میزنه و توی اون روستا نزدیک 300 تا خانوار زندگی میکرده. زنها رو طبق چیزی که همیشه توی تاریخ متاسفانه ثابته به بردگی و روز میبرن، مردارم تا جایی که میتونن به دار فانی میفرستن. همه ساختمونا رو هم خراب میکنن به جز یه دونش که میشه مقر اصلی واحد توگو. حالا این توگو کیه و چیه؟ اینجا اول باید با فرمانده این واحد آشنا بشیم. موجودی به نام شیرو ایشی که فرمانده و ژنرال و پزشک و میکروب شناس ماهری هم بوده. شیرو ایشی این یه دونه ساختمون رو نگه میداره چون انتخاب کرده بود که توی این یه سری تحقیقات و آزمایش در راستای کمک کردن به سربازای جنگی انجام بده. اما قبل از اینکه بخوان اینجا رو به عنوان واحد آزمایشگاهیشون انتخاب کنن، ارتش ژاپنی واحد دیگه هم داشت که اسمش پیشگیری از بیماری بود و همونطور که از اسمش هم معلومه ماهیت این آزمایشگاه این بود که یه سری روش‌های ابداع کنه تا بدن سربازا رو در مقابل گرسنگی و تشنگی، مریضی و سرما مقاوم کنه. و در کل نیتش خیر بوده. برای نمونه هم از افرادی استفاده می‌کردن که خودشون اومدن مستقیم امضا دادن و گفتن که آقا این امضای من راضیم که بدنمو تیکه پاره کنید و در راستای علم ازش بهره ببرید. سال 1932 فرماندهی این واحد رو کلا دادن به شیرو ایشی. اوایل ایشی طبق پروتکل‌های تعیین شده پیش میرفت، ولی رفته رفته مسیر آزمایشاتش تغییر کرد و دست به کارهای خطرناکتری زد. شیرو ایشی همون سالا یه سفری به غرب داشته و اونجا متوجه میشه که غربیا آزمایشگاهایی دارن که از اسرای جنگی به عنوان نمونه آزمایش استفاده میکنن و از قضا به نتایج خیلی مهمی هم رسیده بودن. نمیدونیم که به کدوم کشور رفته یا درباره چه آزمایشگاهی حرف میزنه، حتی نمیدونیم که این حرفش واقعیت داره یا نه، چون که بعدها اینا رو خودش اومده اعتراف کرده به خاطر اینکه بخواد از خودش دفاع کنه. خلاصه ایشی پیش خودش گفت که چرا من این کارو نکنم، من که این همه گونی اسیر جنگی چینی برام ریخته. برمیگرده به چین و دستور میده که یکم اون طرفتر از توگو یه دونه زندان بسازن با دیواره 3 متری تا بتونه نمونه‌های آزمایشگاهیشو اونجا نگهداری کنه. بالای دیوارا فنس برقی نصب میکنه و کلا از تابلو برقای قوی استفاده میشده برای امنیت زندان. دور تا دور این زندانه رو یه خندق عمیق میکنن و راه رفت و آمد به این زندان فقط یه دونه پل معلق بوده. اسرای چینی، مغول‌ها، روس‌ها و حتی ژاپنیایی که سیاسی بودن هم به این زندان منتقل میشن. همون اول هم با غذای گرم و نوشیدنی و حتی آبشنگولا ازشون پذیرایی میشده، چون که میخواستن بدن اینا رو سالم نگه دارن تا آزمایشات روی بدن سالم انجام بشه، نه بدن مریض و ضعیف. آبشنگولا هم بهتون گفتم چرا میگم آبشنگولا، چون که گیر میده بهمون، یوتیوب میزنه شلاپلمون میکنه. بخاطر همین ما مجبوریم از یه سری لغت‌های مستعار استفاده کنیم. کسایی که بیرون از این ساختمون بودن فکر میکردن که واقعا توی همچین محیطی داره کارهای بشردوستانه انجام میشه و نمیدونستن که در واقع از این آدما دارن به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده میکنن. 2 سال بعد از تأسیس این زندان یه بارون فوق‌العاده شدیدی میگیره و مامورای زندان مجبور میشن که برق رو کلا قطع کنن به خاطر اینکه یه موقع اتصالی نکنه. به محضی که برق زندان قطع میشه 16 تا زندانی از این فرصت استفاده میکنن و خودشونو به محیط بیرون زندان میرسونن، یعنی تو محیط حیاتش، و از دیوارا میرن بالا، از فنسا عبور میکنن و میافتن اونور، از توی خندق شنا میکنن و کلا
موفق میشن که فرار کنن. در اصل تعداد این زندانیایی که قصد فرار داشتن 40 نفر بوده که 24 نفرشون حین فرار کردن یا تیر بهشون میخوره و کشته میشن، یا هم که پاشون یه جای گیر میکنه بالاخره دستگیر میشن دوباره. اون 16 نفر راز اتفاقاتی که توی این زندان میافتاده رو فاش کردن و ژاپن به خاطر اینکه از این بیشتر دیگه آبروش نره، در توگو و هر چی زیر مجموعه بوده کلا تخته میکنه، ولی نه برای همیشه. سال 1937 توی فاصله 26 کیلومتری همین زندان یه دونه واحد بزرگتر و مجهزتر از واحد توگو به اسم یونیت 731 تأسیس میشه که شامل واحد اصلی توگو و تمام زیر مجموعه هاش بوده. توی همین سال 1937 ژاپن از کله شقی چینیا حسابی کلافه شده، چون که چین داره از کشورش دفاع میکنه و ژاپن اصلا توقع اینو نداشت که چینیا بخوان از کشورشون و خاکشون دفاع کنن. قبل اینکه بخوان به چین هم حمله کنن، پیش خودشون فکر کرده بودن که کار راحتیه، میریم به چین حمله میکنیم و همونجوری که کره رو گرفتیم چین هم میگیریم. ولی دیدن که نه، قضیه اونجوری که فکر میکردن پیش نمیره. به خاطر همین خونشون حسابی به جوش اومده بود و برای اینکه بخواد از چینیا زهر چشم بگیره، دست به حرکت فوق العاده خطرناکی زد که من ترجیح میدم درباره این اتفاق توی این ویدیو صحبت نکنم، چون که ویدیو امروزمون به اندازه کافی خودش فشن هست و این موضوع میذاریم برای ویدیوی بعدی. یعنی که ویدیوی بعدیمون یه جورایی میشه پارت 2 این ویدیو. خلاصه این واحد تأسیس میشه و از 300 تا پزشک و دانشجو و میکروب شناس دعوت میکنن که بیان به این واحد و تموم آزمایشاتشون رو اینجا ادامه بدن بدون هیچ محدودیتی. تخمین زده شده که حدود 40,000 اسیر از جمله چینی‌ها، مغول‌ها و تعدادی هم روس به این منطقه آورده شده. از بین همه اینا 3,000 نفر رو فقط انتخاب کردن. مبنای انتخابشون هم نمیدونیم بر چه اساسی بوده، ولی مشخص بود که قشنگ سعی کردن از هر سن و نژاد و قشری یه نمونه‌ای داشته باشن. مثلا شما از بچه شیرخوار بگیر تا یه انسان 90-100 ساله، با هر رنگ پوستی، با هر سنی، با هر نژادی انتخاب کردن که ببرن برای آزمایشاتشون. خب توی این قسمت از ویدیو میرسیم به آزمایشاتی که توی یونیت 731 انجام میشده. یکی از مهمترین آزمایشاتشون آزمایش سرما بود. ژاپن میخواست به شوروی حمله کنه، ولی خب اینا این وسط با چالش سرما روبرو شدن. مثلا خیلی از سربازا توی عملیات یخ میزدن و دست و پاشون بی‌حس میشده. خیلیا هم سلامت عقلشون رو از دست میدادن و به سربازای خودی حمله ور میشدن، چون که یکی از عوارض هیپوترمی دقیقاً همینه. هیپوترمی یعنی همون یخ زدگی. این که توی عملکرد مغز اختلال ایجاد میشه، یا هم که خیلیاشون این وسط یخ میزدن و میمردن و اینکه سربازا یهو یخ بزنن بمیرن و نتونن بجنگن، خب برای ژاپنی‌ها یه معضل بوده. به خاطر همین خیلی دوست داشتن که بدونن چطور میتونن این مشکلات رو حل کنن. اومدن یه سری افراد بیگناه رو آوردن و توی هوای سرد نگهشون داشتن با یه دونه لباس سیر. دست و پاشون هم بستن و برای اینکه بخوان یخ زدگیشو سرعت ببخشن روش آب سرد میریختن. توی ویدیوی ننت ها گفتیم که انسان به طور میانگین 35 تا 37 درجه رو میتونه تحمل کنه. اگه از اون کمتر یا بیشتر بشه واقعا خطر جانی داره و اصلا شوخی بردار نیست. یه سری اسناد هست که میگه معلوماتی که الان ما درباره میزان تحمل سرمای انسان داریم به لطف همین آزمایشاتیه که انجام شده. یعنی همین آزمایشاتی که یونیت 731 انجام دادن، ولی واقعا ما نمیدونیم که درسته یا غلط. آیا واقعا اینا انجامش دادن و کشفش کردن یا اومدن یه چیزی همینجوری بپرونن که یک نکته مثبتی از این عمل وحشیانه‌شون بخواد در بیاد، که مثلا تا حدودی بخوان خوب جلوش بدن دیگه، میدونی؟ البته اینم بهتون بگم که یه سری از منابع گفتن برای انجام آزمایش سرما از یه سری مخازن یخچال تور استفاده می‌شده. مثلا طرفو می‌بردن میذاشن توی اون مخزن و دست و پاشو می‌بستن، بعد آروم آروم درجهشو می‌آوردن پایین تا برسه به منفی 45 درجه، چون که توی این دما دیدن طرف کامل یخ میزنه. یه سریام میگفتن که مخزنی وجود نداشته و همینجوری میذاشتنش بیرون تا خودش یخ بزنه، روش هم آب یخ میریختن، بعدم با یه دونه چوب اینجوری میزدن روش که صدای تق بده. اگه صدای تق میداد یعنی که یخ زده. به هر حال این که از کدوم روش استفاده میکردن برای ما فرقی نداره. مهم اتفاق وحشتناکیه که برای این افراد افتاده. خلاصه که اینا میومدن مرحله به مرحله یخ زدگیشو بررسی میکردن. مثلا توی چه دمایی شروع میکنه به یخ زدن، توی چه دمایی شروع میکنه به لرزیدن، توی چه دمایی هم هزیون میگه و توی چه دمایی هم کامل یخ میزنه، اون صدای تقو میده، که بعدش برن برای مرحله بعدی آزمایش آمادش کنن. مرحله بعدی هم نجات دادن این افراد بود که با روش‌های مختلف سعی میکردن فردی که یخ زده رو دوباره به زندگی برگردونن. حالا چیکار میکردن؟
یا روش آبجوش میریختن یا میذاشتنش توی وان آب داغ. یه سری‌ها هم روش فقط یه دونه پتو مینداختن یا چند لایه پتو روش مینداختن. به بعضی هم اصلا کار نداشتن، میذاشتن همینجوری خودش یخش آب بشه و زنده بشه. اینجوری زیر نظر میگرفتن که ببینن آیا کم کم دمای بدنش برمیگرده و ضربان قلبش هم باهاش برمیگرده یا نه. که این آزمایشو جوزف منگله هم انجام میداده، آزمایش سرما رو. و گفتم بهتون دیگه اون زمان آلمان و ژاپن توی جنگ جهانی دوم کلا جفتشون توی یه سایت بودن، یعنی با هم دیگه بودن. ولی نه این نه اون از وجود آزمایشگاه‌ها خبر نداشتن. نمیدونم شاید هم داشتن. حالا رایج‌ترین کاری که توی یونیت 731 انجام می‌شده کالبد شکافی زنده بوده. یعنی چی؟ یعنی طرف همینجوری زنده میشکافتتش و روش سری آزمایشات انجام میشده. یکی از دکترها بعدها فاش کرده که توی همون روز اول کاریش که وارد یونیت 731 شده بود 2 نفر رو برمی‌دارن میارن و همونجا جلوی چشماش به اینا شلیک میکنن و بعد از این دکترها میخوان که بره گلوله رو از بدنشون در بیاره و اونا رو نجات بده. بعد بهش گفتن خب حالا دستاشون رو قطع کن و جابجا پیوند بزن، یعنی راست بره چپ، چپ بیاد راست. بعد گفتن خب همین کارو با پاهاشون کن. همه این کارا رو کنم بدون اینکه بیهوش بشن؟ آره عزیزم، اگه بیهوش بشن که شاید روی نتیجه آزمایش تاثیر داشته باشه. پس کاری که بهت میگیم انجام بده. تمام این آدما بعد از ورود به یونیت 731 فقط 2 ماه زنده میموندن، یا هم که کارشون با این افراد تموم میشده و مثل دستمال کاغذی که یه دور دستتو پاش پاک کنی و بندازی دور کاملا از بین میبردنش. البته یه سری از نمونه‌های آزمایشگاهی هم بودن که این شرایط رو ایجاد میکرده که باید بیشتر زنده بمونن تا مرحله به مرحله این آزمایش‌ها و بررسی‌ها روشون انجام بشه. برای مثال میزدن یکی رو سفلیسی میکردن و سفلیس هم بیماریه که تقریبا 3 سال طول میکشه تا بخواد علائم اولیه‌اش نمایان بشه. تنها راه انتقال سفلیس هم آمیزش با فرد مبتلا به سفلیسه. اون زمانا هم این بیماری عین نقل و نبات رایج بود. اگرم نبود بالاخره از یه سوراخی یه سفلیسی گیر می آوردن که بخوان روش آزمایش و روند پیشرفتشو بررسی کنن. بعد می اومدن یه خانم سالم و مجبور میکردن که با یک مرد سفلیسی رابطه داشته باشه تا ببینن که آیا این بیماری به جنین هم انتقال پیدا میکنه یا نه. بچهای زیادی توی یونیت 731 به دنیا اومدن و هر کدوم هم به عنوان نمونه آزمایشگاهی ازشون استفاده شد. تنها موردی که میدونیم اینه که نوزاد تازه متولد شده رو گذاشتن توی محیط بیرون و میخواستن بسنجن ببینن که این بچه تا چند روز بدون والدینش زنده میمونه و دوام میاره، بدون که بخوام بهش شیر بدن، بدون که بخوام بهش غذایی بدن، که مشخص میشه که بچه‌ها تا 3 روز میتونن بدون والدینشون یا بدون اینکه ماده مغذی بهشون برسه زنده بمونن. خب برگردیم سر آزمایشات مقاربتی. یکی از دلایلی که داشتن روی بیماری‌های مقاربتی آزمایشات انجام میدادن به خاطر تجاوزای پی در پی بود که سربازا به زنا یا حتی مردا انجام میدادن، یعنی همون اسرای جنگی، و ممکن بود که دچار هر کدوم از این بیماری‌ها بشن. آف کورس که ارتش خاک بر سر نمیخواست که نیروهاشو اینجوری از دست بده. البته که همچین آزمایشی رو آمریکایی‌ها هم انجام دادن که به آزمایش مطالعه تاسکیگی معروف شده و جون 400 تا سیاه‌پوست بخت برگشته رو همینجوری الکی به بازی گرفتن. این ویدیو رو من ساختم، توی چنل هست و لینکش اینجا براتون میذارم میاد. توی این ویدیو من درباره 3 تا آزمایش صحبت کردم که مورد آخری مربوط به مطالعه تاسکیگی و بیماری سفلیسه. خب یکم قبلتر گفتیم که جای دست و پاها رو عوض میکردن، یعنی چپ و راست رو جابجا میکردن تا ببینن که چه اتفاقی میفته و میخواستن ببینن که سیستم اعضای بدن چطور کار میکنه. من حقیقتش نفهمیدم که به چی رسیدن با این آزمایشاتشون، ولی یه همچین کاری رو با اندامهای داخلی بدن هم انجام میدادن. مثلا کلیه چپ و راست رو با هم دیگه جابجا میکردن، یا میومدن معده رو کامل در میآوردن و مری رو مستقیم وصل میکردن به روده. خون آدما رو تخلیه میکردن و خون حیوان بهشون تزریق میکردن، یا به جای سرم قندی نمکی آب دریا تزریق میکردن تو بدنشون، و صدها آزمایش دیگه‌ای که ما ازشون بیخبریم. میرسیم به سری آزمایشاتی که واسه مهمات جنگیشون انجام میدادن. مثلا یه بخت برگشته رو میبستن یه جایی با انواع گلوله ها و انواع اسلحه ها از زوایای مختلف دور و نزدیک و چپ و راست بهش شلیک میکردن که ببینن توی کدوم حالت، تو کدوم پوزیشن طرفو میتونن زودتر ناکارش کنن. یا
همین کارو با شعله افکن هم میکردن. مثلا از زوایای مختلف و فاصله های مختلف شعله افکن رو میگرفتن روی اون طرف تا ببینن که توی کدوم حالت میتونن زودتر بی‌دفاعش کنن و کلا از بین ببرنش. پزشکا و دانشجوهایی که توی یونیت 731 کار میکردن تونستن به اطلاعات زیاد و ارزشمندی دست پیدا کنن و حتی کلی مقاله هم نوشتن. ولی همشون قید کردن که این آزمایشات روی حیوانات پستاندار مثل میمون انجام میشه و هیچ کس نگفت که واقعا توی این جهنم چه اتفاقات تلخی میفته. تنها 30,000 نفر توی یونیت 731 جون خودشون رو فدای علم کردن، ولی به اجبار. اما این انتهای ماجرا نیست. ارتش ژاپن از این اطلاعات استفاده کرد و نقشه شومی رو روی قسمت شرقی چین اجرا کرد. میلیون‌ها کک و شپشو به بیماری طاعون گاوی و سیاه زخم مبتلا کردند. بعد همه این حشرات رو بالا سر چاهای آب، زمینای کشاورزی رها کردنشون و از اون ورم به سربازا نفری 10-12 تا شکلات دادن که برن توی سطح شهر، روستاها و اینا رو به بچه‌ها بدن. بین بچه‌ها تقسیمشون کنن، در حالی که همه این شکلات‌ها آلوده به سیاه زخم بود. شیرویشی سالهای جنگ جهانی دوم یه همچین عملیات بیولوژیکی رو طراحی کرده بود که میخواست به جنوب کالیفرنیا حمله کنه. این عملیات رو قبلا روی چینی‌ها هم امتحان کرده بود، یعنی افشانه‌های بیماریزا رو برد بالا سر چینی‌ها اینجوری پاشوند و بعد همه مردم اون روستا رو زیر نظر گرفت که ببینه بیماری چطوری پیشرفت میکنه و چطوری اون آدما رو از پا در میاره. بعد میخواست اینا رو با بالون بفرسته. ببین مغزش چقدر خوب کار میکرده. میخواست اینا رو با بالون بفرسته که اگه آمریکا بالونا رو دید بزنه بترکونتشون و بیماری اینجوری پخش بشه، یعنی که بهشون رکب بزنه. آها اینو یادم رفت بهتون بگم که اسم عملیاتش شکوفه‌های گیلاس بود. اما خب قبل از اینکه بتونه این عملیات رو اجرایی کنه، آمریکا دست پیشو میگیره و بمبشو میزنه توی هیروشیما و بعدش هم ناگازاکی که ژاپن هم اینجا دیگه تسلیم شد. ژاپن که دید خودش زودتر رکب خورده، اومد همه افرادی که توی یونیت 731 مونده بودن و کلا اعدامشون کرد. بقیه کک‌های آلوده رو هم همینجوری آزاد کرد توی چین و حدود 280 تا 300,000 نفر دیگه هم از طریق این جنگ بیولوژیکی جونشون رو از دست دادن. ژاپن تسلیم شد و هم خاک کره رو هم خاک چین رو ترک کرد. آمریکا اینجا تصمیم داشت قسمت منچوری رو بازسازی کنه، چون اگه یادتون باشه گفتم که ژاپنیا اومدن و کل ساختمونا رو تخریب کردن. ژنرال داگلاس مسئول بازسازی این روستا توی منچوری بود و مشخصاً متوجه وجود یونیت 731 میشه. میبینه که جا تره و بچه نیست، نه مدرکی نه قربانی، هیچی. تحتاشو در میارن و متوجه میشن که فرمانده این واحد یک موجودی بوده به اسم شیرویشی که الانم جان به جان آفرین تسلیم کرده. ولی خیلی طول نمیکشه که میفهمن این جان تسلیم کردنش جعلی بوده و در اصل سرمرو گنده است. به دولت ژاپن دستور میدن که شیرویشی و نتایج آزمایشات رو 2 دستی به آمریکا تحویل بدن. دولت ژاپن قبول میکنه، ولی اینجا یه شرط دیگه هم میذاره. میگه به علاوه شیرویشی بقیه دانشجوها و پزشکا هم نباید هیچ کدوم محاکمه بشن. اونایی که ارتباط مستقیم با این قضیه داشتن دکترای اصلی مثلا. و میگه بعدش اگه قول بدی این کارو میکنی، من شیرویشی و اطلاعات رو 2 دستی تقدیمت میکنم، که آمریکا هم قبول میکنه. ولی این که چرا این همه شرط و شروط از طرف ژاپن قبول میکنه، به این دلیلیه که الان میخوام بهتون بگم. با دقت گوش بدین، چون این قسمت یه ذره پیچیده است، مخصوصا اگه شما ویدیوهای قبلی و مربوط به جنگ جهانی دوم رو ندیدید. این قسمت رو باید خیلی با دقت گوش کنید. حالا من تا جایی که بتونم کاملا مختصر و عامیانه بهتون میگم. خب ببینید، آلمان و ژاپن و ایتالیا توی یه سایت بودن که بهشون میگفتن متحدین. آمریکا و شوروی و چین و بریتانیا و فرانسه هم یه طرف بودن که بهشون میگفتن متفقین، که البته قدرت اصلی دست آمریکا و شوروی بود، بیشتر آمریکا. بقیه دیگه این وسط نوچه موچه بودن. بعد اینکه ژاپن تسلیم میشه و خاک کره رو ترک میکنه، آمریکا و شوروی سر اینکه کدومشون بتونه ایالتای بیشتری از خاک کره بگیره، میونشون با هم دیگه شکراب میشه. یعنی این دوتا که قبلش با هم دیگه داداشی بودن و برای شکست آلمان و نازی کنار هم دیگه پا به پای هم دیگه جنگیده بودن، الان جفتشون افتادن به جون هم و هی این یکی میخواد روی اون یکی رو کم کنه. اطلاعاتی که توی یونیت 731 به دست اومده بود واقعا ارزشمند و مهم بودن و به ما گفتن خیلی از تحقیقات و نتایج آزمایشاتی که ما الان در اختیار داریم و ازشون استفاده میکنیم و بهره میبریم و همین یونیت 731 انجام داده. حالا بهمون دقیق نگفتن کدوماش. خلاصه که هم آمریکا و هم شوروی این اطلاعات رو میخواستن و به معنای واقعی کلمه برای به دست آوردنش سر و دست میشکوندن. برای ژاپن هم
الان دیگه فرقی نداشت که این اطلاعاتو بخواد به کدومشون بده، آمریکا بده یا شوروی. اون فقط عفو پزشکاشو میخواست و تمام کسایی که رابطه مستقیم با موضوع یونیت 731 داشتن. یعنی که میگفت من این اطلاعاتو بهتون میدم ولی نباید هیچ کدوم از افراد منو دادگاهی کنید. برای همین آمریکا هم همه شرایطو میپذیره و ژاپن میاد نتیجه 14 سال تحقیقاتشو دو دستی تقدیم آمریکا میکنه. البته اینم بهتون بگم که شوروی لجش میگیره و این وسط یه سری دادگاهیایی را میندازه، ولی خب دادگاهیش به هیچ جایی نرسید. خلاصه که آمریکا بعد رصد کردن این اطلاعات میبینه که به به دست خوش چه کردی شیرویشی، و شیرویشی قبول میکنه که چند سالی هم برای آمریکا موسموس کنه که ازش هم توی آمریکا هم توی ژاپن کلی تقدیر و تشکر میکنن. نشان بادبادک طلایی و دومین تقدیرنامه برتر نظام ژاپنی رو دریافت میکنه. بقیه پزشکا هم نفری یکی یه دونه مدال میبرن. خود شیرویشی توی سن 67 سالگی بر اثر سرطان گلو زرتش در میره و میمیره و در کل هم 12 نفر به خاطر این اتفاقات محاکمه میشن که از بین این 12 نفر فقط 6 نفرشون عضو یونیت 731 بودن، اونم دستیار و نوچه موچه بودن. فقط به صورت نمادین اومدن اینا رو محاکمه کردن که مثلا ببخشیدا که دهن مردم ببندن، بگن که بیا دیگه ما هم اینو محاکمه کردیم تموم شد رفت. خب من قبلا درباره یونیت 731 یه ویدیوی دیگه هم ساخته بودم ولی خیلی مختصر درباره این موضوع صحبت کردم. این دفعه چون که یکی از شماها ازم درخواست کردین که درباره یونیت 731 ویدیو بساز و اینکه زدین کلا توی کانال جنایت‌های غیر انسانی تاریخی و از طرفی هم که داریم درباره جنگ جهانی دوم صحبت می‌کنیم، بهترین فرصت بود که درباره یونیت 731 هم یه ویدیوی اختصاصی داشته باشیم. اما همونطور که دیدین و شنیدین اطلاعات درباره این یونیت همچین یه خورده محدود و کم بود، چون که سیاستمدارا در حدی به ما اطلاعات میدن که میخوان ما بدونیم و از اون بیشتر دیگه اجازه نمیدن که ما سر در بیاریم مسلماً. برای همین این ویدیو هم نسبت به ویدیوهای آلمان نازی و اینا یه ذره تایمش کوتاه‌تره. و مورد دیگه‌ای که باید بدونید اینه چیزی که شما توی این اپیزود شنیدین فقط بخش کوچیکی از جنایت دولت ژاپن به ملت چین بود. ویدیوی بعدی که قراره توی روزهای آینده نه چندان دور براتون آپلود کنم نیازمند 6 گالون گلگاو زبونه و تازه اونجاست که شما میفهمید که نه ببین اسم هیتلر و چنگیز مغول فقط بد در رفته و از اینا 100 برابر ظالمتر و بیرحمتر هم وجود داره، فقط کمتر کسی میاد دربارش حرف میزنه. خب اینم بهتون بگم که این ویدیو و ویدیوی بعدی احتمالاً بستگی به شما داره فعلا آخرین ویدیوهامون برای جنگ جهانی دوم باشه. حالا اگه دوست داشتین برای من فرقی نداره، میتونم دوباره درباره این موضوع براتون بسازم، ولی به خاطر اینکه گفتم خیلی حالا موضوعها تکراری نشه یه ویدیو وقفه بندازیم. ببین بذار اینجوری بهت بگم، این ویدیو که آپلود شده دارین نگاه میکنین قربون چشای خوشگلتون، ویدیو بعدی هم درباره همین چین و ژاپنه. ویدیو بعدیشو هم دوباره میتونیم درباره همین موضوع بسازیم یا بریم سراغ یه موضوع دیگه. فعلا خلاصه که اینم حتما برام بنویسید، من به هر حال کاری رو میکنم که شما میخواین و همین دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید، مراقب مهربونیاتون باشید. ویدیو بعدی میبینمتون. خب ژاپن بعد از همونطور که از اسم این مکان معلومه اینجا ماهیتش این بود که ماهیت، و همونطور که از اسمش هم معلومه ماهیت این آزمایشگاه این بود که یه سری روش‌های ابداع کنه تا این یه دونه مو اینجا چی میگوید که منو بکن بنداز دور. رازایی که درباره اون مکان میدونستن و فاش کردن و دولت ژاپن احساس میکنم توی این ویدیو یه ذره دارم خشک حرف میزنم، یه ذره انگار که رسمی طور دارم حرف میزنم. حالا سعی میکنم که از این به بعد یه ذره خودمونی تر صحبت کنم باهاتون و نمیدونم چرا زبونم داره میگیره، ولی زبونم داره میگیره. آقا بریم سر ویدیومون، مسخره بازی بسه. این آزمایشات انقدر هوارم